ریخون بود. روی خس و خاشاک نوزادی را با تن لوچ و نافی نابریده دید که به ایست گریه میکرد. کودک گرفتم. سلام به همه برادران عزیز. حاضر یک ویدیو را میمونم شما تماشا کنید. یک چیز به همه رسوندنیم که بعضی از نفرانی که فرزند خود را تربیه کرده نمیتواند، از عهده تربیه نمیبراید، یا که از عهده سر و لباس خریدن، خوراک دادن نمیبراید، التماس و خواهش به دیگران مراجعت کنید. بهتر از اونه که در قد کوچه میپرتوید. هزار نفران هستند که میخوان کودک بگیرن اما نمیتوانند، برای اونه که جای اصلی ندارن. انا وقتی که با کودکستان میروند، در آنجا بسیار سوال و جواب، داکیومنتاسیون زیاد است. این از روی قانون بهتر از پرتافتن مرحمت برید به صغیرخانه تهید، یا که مراجعت کنیم به نفرانی که فرزند ندارن، در غم فرزند مردگیان هموده تهید. احتراماً همه خواهش کرده میشود که این ویدیو را تماشا کنید و خلاصه خودتان را در کامنتار نویسید. صدای گریه طفل نوزاد در ساعت تقریبا 3 شب دقت حلیم را که از کار برمیگشت جلب کرد. روی خس و خاشاک نوزادی را با تن لوچ و نافی نابریده دید که به ایست گریه میکرد. کودک گرفتم بعد خشرو برداشتم همشید نافش هم را که چسبیدگی بود فتیش با کمتر استوردم مردک گفتم دستو وای پشت خشرو بالاتر پیچون گفتم پیچوندم خیلی زنگ زدم سکوری آورد برد همینجا ای خنکی دستش کپ قبول شده بود، خنک خورده بود. با وقتی کودک دست گرفتیم خب کرد همینجا خور بود، روش خیلی خورختی وای کندگی بود کودک. این حادثه شب 4 اکتبر رخ داد. چند بار به عیادت طفل به تولدخانه رفت، اما بجز یک مرتبه دیگر پرستاران کودک را به اون نشان ندادند. چند سال ما با خودم اومدم کودک پلیس میگن و دیگه نمیمونه شما را بخشه، دیگه حق ندارین بمونه. اون تقدیری اول کودک ماده وای نیست. به اهمیت نمونده. من میخوام بچه‌م را بگیرم همچون خواهر یا یگان چی میخوام وای نگاه کنم. اون جوانی سال 2014 مادری مدینه 14 ساله با پدراندرش به بهانه زندگی خوب به روسیه رفت و غیب زد. آخرین تماس روز مولودش بود. زد و من میگم که مدرسه میایم خوب زندگی میکنیم. 2 هفته پیش از خالش فهمید که مادرش در عراق زندانی است. همین قدر معلومات دارم که تو دخترچه داره و در عراق است و 20 سال سودش کردن. 20 سپتامبر دادگاه عراق مادر مدینه تمنا کریمووا ساکن 29 ساله کولاب را با گناه همزیستی با سرباز داعش محکوم به زندان کرد. از لحظه ای که این خبر به گوش مدینه رسید چشمانش خشک نشدند. خدا بچه‌ام را با من برگردونه، با زندگی خوش و خرسندانه در پیشش بگذارونه. میگویم که مادر خاله هایت به جای مادر میگفتم جای مادر رو هیچ کس نمیگیرم نپایینو. سلام به همه برادران عزیز. حاضر یک ویدیو را میمونم شما تماشا کنید. یک چیز به همه رسوندنیم که بعضی از نفرانی که فرزند خود را تربیه کرده نمیتواند، از عهده تربیه نمیبراید، یا که از عهده سر و لباس خریدن، خوراک دادن نمیبراید، التماس و خواهش به دیگران مراجعت کنید. بهتر از اونه که در قد کوچه میپرتوید. هزار نفران هستند که میخوان کودک بگیرن اما نمیتوانند، برای اونه که جای اصلی ندارن. انا وقتی که با کودکستان میروند، در آنجا بسیار سوال و جواب، داکیومنتاسیون زیاد است. این از روی قانون است. لیکن بسیار بهتر از پرتافتن مرحمت برید به صغیرخانه تهید، یا که مراجعت کنیم به نفرانی که فرزند ندارن، در غم فرزند مردگیان هموده تهید. احتراماً همه خواهش کرده میشود که این ویدیو را تماشا کنید و خلاصه خودتان را در کامنتار نویسید. و نفرانی که میخوان فرزندای خودشون را به دیگران تهند مرحمت مراجعت کنیم. ما کوشش میکنیم که نفرانی را پیدا کنیم که کودکای شما را گرفته تربیت درست تهند. شخصا فرزند شما دلتون نمیشود که فرزند شما در آینده یک مرد نوکاره شود. برای همین هست پدر مادرها هست اویلایی که میخواهند ثواب گیرن، مرحمت مراجعت کنید
ҳама блогерҳо да муроҷиат мекунем ки ҳамхели нафароро кофта ёбед ва нафароне ки мехоҳанд фарзанд гиранд, нафароне ки мехоҳанд як кӯдак як аса тарбияи дуруст диҳанд, марҳамат муроҷиат кунед дар ютуб. мо гирифта пешниҳод мекунем ва нафароне ки мехоҳанд кӯдакошона тиҳанд дар тарбия ки надоранд шароит, марҳамат муроҷиат кунед. инҷа ягон ҷои вайш нест дар ютуб. шарм ҳаё нест ки мо изо мекашем, мо шарм медорем, моро механдад. кӯдака бурда мусикада парфтан ин хандидан нест, ин шарминдагӣ нест. ҳеҷ ки намедонад кӯдаки кия. шумо муроҷиат кунем, мо шахсияти шуморо мисол намегузорем, лекин кӯшиш мекунем ки бо одаме пайдо кунем ки вай фарзанди шуморо гирифта тарбияи дуруст диҳад. ташаккури зиёд ба ҳама, раҳмат барои тамошотон. хулосатонро дар комментария нависед. паноҳи ҳаматон ба худо. видеоро то охира тамошо кунед. که زندگی میکنم آقا چه خواهی؟ خوبه سلام کنیم؟ خوبه چی خوب دسته؟ اوش خوب دسته کجا سلام کنیم؟ خوبه بگوش خیلی خوبه؟ نه؟ سلامتی خوب؟ حوالا خوب؟ کجا بیو؟ کجا بیو؟ افش کامون تو بگی نه بفهم خواه پاشنه با خواه سلسی مکن ما پاجون نشه شما ما نه یک پانوی یا پاجون کافین شما خوارشو گرده وجودن نیستم نیستم ما واقعا همه بود بسنی سیستم بودن باندش ما پاجون یه در حق برادران موجود یک دوی خواهی کنه که خداوند همه مشکلاتشون آسان بگردونه خب در حقشون یک دوی خواهی کنه پاجون که مثلا ما دیدیم که همین مشکل اومدیم خبر کنیم یک دو در حقشون بکنه که مثلا خداوند همه مشکلاتشون آسان بگردونه که نماز خونده در حقشون یک دوی خواهی کنه خب اینا باردارون همین بود خبر گفتیم ما خواستیم که خیلی باید بریم میگم ما پر با خونه تامین کنیم واسه همه موجودی که همین رحمت با همین رئیس محله میگه که همین کمون همین کار اساس نموندن مثلا جدی دیدن در خونه با همین پر با خونه تامین کردن و خیلی بود یعنی یک روش هم یک چه اساس موجود من چه که آرایی اساس موجودی که در مدت مهنتی کار میکنن کار فعالیت میکنن حساب میامو اینا دو دارچه دیگه چی نام داری؟ چی نام داری؟ کجا؟ سلام کنیم چیه؟ ناز خوب؟ سلامتی خوب؟ چی نام داری؟ شکرونه؟ مالدسه افراد گردید کو؟ نه سما گرشه شبتی دیگر روش نیستن؟ بچه دیگری کو؟ اپوید گرید کو؟ اپوید گرید نیستن؟ ما نشتمون اوچاد اومدم؟ اوچاد اومد اوچاد آمیتیم خب؟ با انشاءالله با خبر میگیم جایی که رفتیم با خبر میگیریم خب؟ دیگرش مکتب نه؟ خیلی باردارو نمی بود خیلی نمی روزه نمی بود باردارو یک چند خیلی گرد بگیم دکسه مورد موندگی همجا یک نمیدونم 100 میگه 200 میگه موندگی بود خیلی شا گفت که هم تاکسی دمی را باردارو نمو خیلی گرد موندگی اینا باردارو انشاءالله با خبر میگیم خیلی نفر اومده میوردن خداگان خیلی با رحمت میگم هزاران با رحمت میگم که رئیس محله خیلی کردن با خونه با میگم تامین کردن با همین اپارات انشاءالله که از همین
چی وضع انشاءالله که هم برادرها میبرنش دیگه مشکلی که دیگه پیش سر هم اپا نمیاد اگر من بر وقت خبر میشنم ایکو انشاءالله اپا رو بر وقت صبح خونه در میکنم ممکن متاسفانه همه رادیو زده که برو بردن خبر فهم شید همین کارم خیلی جدی دیدن نور همه بود باردار عزیز انشاءالله خیلی بود چیز شد دالو خواهیم خطی مدار همه یکمون چیز شد گو خیلی بود در شما میرسونیم سخن رو در زمین نموندیم بارداره نامدیم کردیم خیلی تو جوی میتونیست اگه اونا که جایی که باشین الله نگهدار تو مشا بارداره با انشاءالله خیلی بود نوروی نام میکنم حالتون بخدا خواهر جانم خانه که همتون بخدا با انشاءالله امروز خانه آمدم با بری باران بود نرفتیم هیچ نداشتیم ما تاش لبکه میریم این روز نرفتیم اما جمع لای میشه مکتب درآمده نمیمونن جنگ میکنن که اما تون لای بری توزک نبا بیایه 4 پای افضل برای 6 نفر دستورخوانی خالی و زندگی در یک واگن آهنین سرد و تاریک مادر را مجبور کرده است که فرزندانش را به یتیمخانه سپارد میداند که جدایی برای او و مخصوصا کودکان خردسالش آسان نخواهد بود اما میگوید چاره جز این ندارد 2.5 سال شد بیامد در کوچه وقتی 6 فرزند پدر خانواده 3 سال پیش آنها را ترک کرده است تابستان را در دشت و تپه میگذرانند با سرد شدن هوا به این واگن آهنین در یک دهه حصار برمیگردند پیش زمستان اینجا نمیشه زمستان اینجا به تبرکلوز میشه همون خنک من میخوام که مثل آینده فرزندام یگون چشن چیکار کنم هموطنان عزیز عین حال ما در نزد همون مادر بسیار نیازمند و سعادتمند هم گویم خطا نمیکنیم چون صاحب 6 فرزند هستند و قرار داریم و باید بگویم که متاسفانه نفرانی پیدا شدن که قلبکی به نام همین مادر بسیار هم گرامی ما صورت حساب شدند که در صفحه های اینستاگرام و دیگر شبکه های اینترنتی گذاشتند از شما احترامانه خواهش میکنیم که کم ادگر منتظر شوید انشالله که بعد 1 ساعت ما به نام همین مادر بزرگ صورت حساب مخصوص میکشیم و در صفحه های اینستاگرام خیش میگذاریم شما میتونید که با همین صورت حساب سهم ارزنده خیش رو برای یک هم وطن و هم ملت و هم زبان و هم خون خیش گذاشته باشید تشکر برای بودنتون ما رو همسفر باشید Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик, классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми